کتاب به دنبال چه هستی؟ جیدو کریشنامورتی. ترجمه مینا مقدم. فصل 11. دولت، ارتش و قانون. شماره 1. آیا اتوریته می تواند ذهن انسان را دگرگون کند؟ آیا اتوریته می تواند ذهن انسان را دگرگون کند؟ این بسیار مهم است که درک شود، زیرا اتوریته برای ما بسیار مهم است. اگرچه ما شاید در برابر اتوریته شورش کنیم، اما اتوریته شخصی خودمان را بنا می نهیم. اتوریته قانون وجود دارد که واضح است که فرد باید بپذیرد. آنگاه اتوریته روانی وجود دارد. همان اتوریته‌ای که فرد می‌شناسد، همچون کشیشان. امروزه هیچ کس درباره کشیش‌ها خودش را به زحمت نمی‌اندازد. به اصطلاح روشنفکران، افراد نسبتاً روشن‌اندیش، به کشیش‌ها، کلیساها و تمام ابداعاتشان اهمیتی نمی‌دهند. اما اتوریته خودشان را دارند که اتوریته فکر، دلیل یا دانش است و از آن اتوریته پیروی می‌کنند. انسان متوحش، مردد، ناروشن در فعالیت‌هایش، در زندگیش اتوریته را می‌خواهد تا اتوریته به او بگوید چه کار کند. اتوریته تجزیه و تحلیل، کتاب یا آخرین مد. آیا ذهن می‌تواند از اتوریته آزاد باشد؟ که معنایش این است که از ترس آزاد باشد، طوری که دیگر قابلیت پیروی کردن را نداشته باشد؟ اگر اینطور باشد، این به تقلید که امری مکانیکی است پایان می‌دهد. گذشته از همه اینها، تقوا و اخلاق تکرار چیزهای خوب نیست. لحظه‌ای که تقوا مکانیکی می‌شود، دیگر تقوا نیست. تقوا چیزی است که از لحظه‌ای به لحظه‌ای دیگر باید باشد، مانند تواضع. تواضع نمی‌تواند پرورش یابد و ذهنی که تواضع ندارد قادر به یادگیری نیست. پس تقوا هیچ اتوریته‌ای ندارد. اخلاق اجتماعی اصلاً اخلاق نیست. اخلاق اجتماعی بی اخلاقی است، زیرا رقابت، طمع و خودخواهی را می‌پذیرد و این یعنی جامعه دارد بی اخلاقی را تشویق می‌کند. شماره 2. قانون دولت، ارتش و کشتن. نظر. پیشتر شما گفتید که ما باید اتوریته قانون را بپذیریم. من می توانم این را از نظر چیزهایی مثل مقررات ترافیک بفهمم، اما قوانین از من می خواهند که سرباز بشوم و این را من نمی توانم بپذیرم. کریشنامورتی. این مسئله‌ای در سر تا سر دنیا است. دولت‌ها می‌خواهند که شما به ارتش ملحق شوید، در جنگ شرکت کنید. شما چه کار می‌خواهید بکنید؟ مخصوصاً وقتی جوان هستید. ما افراد پیر کارمان تمام است. برای شما جوانان چه اتفاقی می‌افتد؟ این سوالی است که در همه جای دنیا پرسیده می‌شود. بسیار خوب. هیچ اتوریته‌ای وجود ندارد. من نمی‌خواهم شما را نصیحت کنم که چه کار باید بکنید یا چه کار نباید بکنید. که آیا باید به ارتش ملحق بشوید یا نه؟ باید بکشید یا نه؟ ما داریم سوال را بررسی می‌کنیم. یک وقتی در هند در زمان گذشته در بین آن جامعه انجمنی بود که می‌گفت ما هیچ موجودی را نمی‌کشیم. آنها حیوانات را برای استفاده از غذایشان نمی‌کشتند. آنها بسیار به اینکه به دیگران صدمه نزنند فکر می‌کردند. با مهربانی صحبت می‌کردند و احترام خاصی به پارسایی داشتند. آن انجمن سده‌های بسیار زیادی وجود داشت. آن انجمن مخصوصاً بیشتر در جنوب به عنوان برهمن‌ها بود. اما تمام آنها از بین رفتند. شما می‌خواهید چه کار کنید؟ به جنگ کمک بکنید یا نکنید؟ شما وقتی تمبری می‌خرید، دارید به جنگ کمک می‌کنید. وقتی مالیات می‌پردازید، دارید به جنگ کمک می‌کنید. وقتی پول به دست می‌آورید، دارید به جنگ کمک می‌کنید. وقتی در کارخانه‌ای کار می‌کنید،
دارید برای جنگ خمپاره تهیه می کنید و با طریقی که زندگی می کنید با رقابت، خودخواهی، رفاه خودمرکزانه تان دارید جنگ تولید می کنید. وقتی دولت می خواهد که شما به ارتش ملحق شوید، یا تصمیم می گیرید که بروید یا تصمیم می گیرید نروید و با عواقبش روبرو شوید. من پسری را در اروپا می شناسم. آنجا هر پسری باید 1 سال یا 1 سال و نیم یا 2 سال به ارتش برود. این پسر گفت من نمیخواهم این کار را بکنم. من این کار را نمی کنم. و گفت من فرار می کنم. و فرار کرد که معنایش این است که هرگز دوباره نمیتواند به کشورش برگردد. او متعلقات و خانواده‌اش را ترک کرد. او دیگر هرگز نمیتواند خانواده‌اش را ببیند. وقتی موضوعات بسیار بزرگتری اهمیت دارند، اینکه تصمیم بگیرید ملحق شوید یا نشوید، تبدیل به امری بسیار کوچک می شود. شماره 3. انسان این روش جنگ را انتخاب کرده است. مسئله بزرگتر چگونگی توقف جنگ به کلی است. نه این جنگ به خصوص یا آن جنگ به خصوص. شما جنگ مورد علاقه تان را دارید و من جنگ مورد علاقه ام را. زیرا ممکن است که اتفاقاً من شهروند بریتانیایی باشم و از هیتلر متنفر باشم و بنابراین با او می جنگم. اما من با ویتنامی ها نمی جنگم چون آن جنگ مورد علاقه من نیست. جنگ ویتنام به من چیزی از نظر سیاسی یا از هر نظر دیگری نمی دهد. مسئله بزرگتر این است. انسان روش جنگ و تضاد را انتخاب کرده است. اگر این جریان را کاملا تغییر ندهید، در این سوالی که سوال کننده گرفتار است، گرفتار خواهید بود. برای تغییر دادن آن به طور کامل، شما باید صلح‌آمیز زندگی کنید. نه اینکه به روش کشتن چه با کلمه چه با عمل زندگی کنید. این یعنی نبود رقابت، نبود تقسیمات دولت‌های مقتدر، نبود ارتش. میگویید انجام این کار برای من غیر ممکن است. من نمیتوانم جنگ را متوقف کنم. من نمیتوانم ارتش را متوقف کنم. اما به نظر من آنچه مهم است این است که وقتی شما کل ساختار خشونت و بیرحمی انسان را ببینید که خودش را به طور کامل در جنگ ظاهر می کند، اگر شما این را کاملا ببینید، آنگاه در خود همان عمل دیدن شما کار درست را انجام خواهید داد. کار درست ممکن است تمام انواع عواقب را ایجاد کند. مهم نیست. اما برای دیدن کلیت این بدبختی، شما آزادی عظیمی برای نگاه کردن لازم دارید و خود این نگاه کردن همان دیسیپلین کردن ذهن است. خودش دیسیپلین خودش را می آورد. از میان آن آزادی سکوت می آید و شما به سوالتان پاسخ داده اید. شماره 4. مذاهب و ملت‌ها باعث جنگند. بنابراین چه چیزی در دنیا بی‌نظمی از نظر روانی و درونی می آورد؟ به وضوح یکی از علتها برای این بی‌نظمی عظیم و مخرب در دنیا تقسیمات مذاهب است. شمای هندو و من مسلمان، شمای مسیحی، کاتولیک، پروتستان، پیرو کلیسای اسقفی، انبوهی از تقسیمات. پس مذاهب انسان را جدا کردند و این یکی از عوامل بی‌نظمی عظیم است. قرار نیست شما با من موافقت کنید. شما حقایق را می‌بینید. و ملیگرایی، این زائده سمی اخیر نیز سبب بی‌نظمی است. و تا زمانی که شما دولتی مقتدر داشته باشید که یعنی دولت‌های ملیگرا، دولت‌های جدا، دولت‌های مقتدر با ارتش‌هایشان ملزم به داشتن جنگ هستید.